میگه یک پادشاهی بود، فرمان داد که برای من یک قصر تیار کنین. قصر را تیار کردن، تمامش میگه چنان یک قصر زیبایی بود که وقتی پادشاه میگه در داخلش میدرآمد هر یک آشیانش ساعتها تماشا میکرد. میگه دویم آشیانه برآمد، تماشا کرد، سیوم آشیانه برآمد، تماشا کرد و از همان تیریزه سیوم آشیانه میگه بیرون نظر کرد. نگاه کرد که یک خانه ویرانه در همون قطار همون قصر پادشاه ایستادگی بود. وقتی دید این خانه ویرانه را، این پادشاه ظالم در حال طبیعتش خیره شد. گفت این قصر مرا زیباگیش این خانه ویران کرده است، این خانه را در حال نابود کنین از پیش قصر من. میگه در حال همان خدمتگارهای پادشاه میگه پایان شدند. این خانه یک کمپیری بود، بیچاره برای تلبیدن بیرون شدگی بود، در خانهش نبود. آمدن میگه این نوکارهای پادشاه در حال همون چهاردیوالی کمپیر را میگه چپه کردن، در حال میگه روش کرده پرتافتن، در جاش میگه گلی بسیار انداختن تا که قصر زیبای پادشاه طبیعتی پادشاه خیره نشود. کمپیر میگه بیگاه آمد نگاه کرد که خانه همه چپه گردان کردگی. گفت این خانه مرا کی چپه کرد؟ گفتن همین پادشاه ظالم. این خانه تو مادامی که صورتش بیزیب بود، مادامی که در نزد قصر پادشاه ناخوب میتاف، پادشاه امر کرد خانه تو را ما نابود کردیم. کمپیر میگه همان قابچه نانی که تلبیده بود در یک جا گذاشت و دستش برداشت، گفت پروردگارا، گفت من در خانم نبودم، تو در کجا بودی؟ من که در خانم نبودم، این ظالم خانه مرا روش کرد، این خانه مرا نابود کرد، تو در کجا بودی؟ پروردگارا به داد من برس، امشب من در کجا خواب میکنم؟ میگه عرش الهی در جنبش در آمد. در حال میگه جبرائیل امین که 600 پر داشت، هر پرش دنیا را چپه میکند. فرمان داد، گفت این قصری که این ظالم ساخته است، جبرائیل بر تو فرمان از پایان شو و این را زیر زبر در زمین پرتاش. گفت در حال جبرائیل امین نه دیگر برای خداوند نه یک ترکیش ها لازم است بگیم، نه یگان یراقهای مستحکم لازم است، این جبرائیل خودش جواب دهنده همه یراقها هست. در حال میگه پایان شد. این قصر ظالم میگه برداشت در آسمان و در همون جای خودش میگه ناپدیدش کرد. این البته انشاءالله هر یک کدام مظلوم یک دسترسی دارد، به سوی خدا دعا کن، انشاءالله این گناه ریباخرا را خداوند از روی زمین گم میکند. داشته باشین، فراموش نکنین که شما چشمهای شما پر از آب و گریان در قیامت هستین. به یادم حدیثی آمد، خدا رحمت کند، فرزند عمر روایت میکند این حدیث ابن عمر: خرج رسول الله صلی الله علیه و سلم ذات یوم من المسجد. میگوید یک روز میگد این آفتاب تابان از مسجد بیرون شد. فاذا قوم یتحدثون و یضحکون. وقتی که از پیش همون قومش گذشت، وقتی از پیش صحابه ها پیغمبر خدا گذشت، نظر کرد که صحابه های پیغمبر خدا چی صحبت می کردند، با آواز بلند و خنده می کردند. فوقف رسول الله صلی الله علیه و سلم علیهم. رسول اکرم که طاقت شنیدن خنده بلند نداشت، زیرا که حضرت با نور نبوت خاتمه را می فهمید، زیرا که حضرت جنت و دوزخ با چشم سر دیدگی بود، در جای خود میگه ایستاد کردند، سلام دادن بر این صحابه ها و گفتند: اذکروا هادم اللذات الموت. صحابه ها گفتند: ای بندگان خدا، امروز چه هست که من شما را صدای بلند خنده شما را میشنوم؟
آیا می خواهین که آن چیزی که لذتی بنده را میشکند بر شما خبر بتم؟ صحابه ها گفتن بله پیغمبری خدا، چی هست شکننده لذات چی هست؟ گفت بجای این خنده شما گفت مرگ یاد کنین، مرگ در پیش دارین. و رسول الله میگد گذر کرد رفتن. باز روز میگد ابن عمر رسول اکرم گذر کردن، باز همین قوم همان صحبت و همان خنده دا مبتلا بودن. رسول الله این دفعه با طریق مهربانانه نه، بلکه چی گفت؟ والذی نفسی بیده، قسم بر آن ذاتی که جان محمد در دست اوست، لو تعلمون ما اعلمو لضحکتم قلیلا لبکیتم کثیرا. اگر شما ای امتی بی پروا، اگر شما میدانستین آن چیزی را که من میدانم، هر آینه شما خنده کم و گریه بسیار را برای خود درس میکردین. لکن صد افسوس که شما نمیدانید، لکن صد افسوس که آن چیزی را که من میفهمم از مرگ شما، از قیامت شما، از گور شما از اون درک ندارین و این خنده های بلند شما سببش همین است. همین ابن عمر حضرت پرسیدن هل کان اصحاب النبی یضحکون؟ تو دوره حیات پیغمبری خدا دا زنده بودی؟ تو صحابه های پیغمبری خدا را با چشم سر دیدگی بودی؟ آیا همین صحابه ها خنده میکردن یا نه؟ ابن عمر چی گفتن؟ یضحکون والایمان فی قلوبهم اعظم من الجبل. گفت عبدالله گفت در اصل صحابه های پیغمبر میخندیدن، لکن چنان میخندیدن که ایمان در دل ایشان، ایمان در دل اون صحابه های پیغمبر مثل کوهواری بزرگ بود. یعنی ایمان در وجود ایشان دور میزد، ایمان های اونها مثل کوه مستحکم بودن، خنده غافلانه نداشتن، تبسم میکردن، میخندیدن، لکن بی پروایانه نمیخندیدن. امروز ما و شما میخندیم، امروز ما و شما ساعتها اگر خنده کنیم، شاید که در اون ساعتهای خنده ما و شما بار هم یاد قبر، بار هم وقتی جان کندن انسان و قیامت در پیش چشم ما و شما دور نزند. رسول اکرم میگد مر بشاب و هو یضحک، روز میگد به نزد یک جوان میگذشت که اون جوان خنده میکرد. رسول الله چی گفتن؟ هل جزت علی الصراط؟ جوان گفتن آیا تو پول صراط را گذشتی؟ قال لا یا رسول الله، نه گفت پیغمبر خدا من پول صراط نگذشتم. هل تبین لك انك تسیر الى الجنه؟ ای جوان گفت آیا بر تو یگان کاغذ است، یگان معلومات آمد که تو داخل جنت میشه بعد مرگ؟ قال لا یا رسول الله، نه گفت من درک ندارم بعد مردن جنت میرم یا جای دیگر میرم، درک ندارم. ففیم ضحک؟ پیغمبر گفتن پس خنده تو برای چی هست؟ چرا خنده میکنی؟ مادام پول صراط نگذشتی، مادام که وارد جنت نشدی، دنیا جای خنده است. ناگذشته از صراط آخرت شادی مکن، خدا رحمت کند جنونی را. ناگذشته از صراط آخرت شادی مکن، کاری دشوار است با دو دیده نمناک رو. کس نمیداند که وقتی جان سپاری حال چیست، کس نمیداند که وقتی جان سپاری حال چیست. خون دیل با غصه مردن خورو غمناک رو. حضرت چی میگه داخل ما و شما؟ خنده را در صورتی کن که پول صراط میگذری، خنده را در صورتی کن که وارد جنت هستی. این حالت خنده برای ما و شما ارزنده است. کل عین باکیت یوم القیامه، پیغمبر خدا میگوید همه چشم در روز قیامت آبهایشان میریزد، الا ثلاثا، مگر سه چشم گریه نمیکنند.
مگر 3 چشم در روز قیامت بجای آب در داخل اینها چی است؟ خنده است. در داخل این روشنی است. در داخل این چشم ها مژده نجات است. کدام چشم هاست؟ عین بکت من خشیت الله. یکم چشمی که در روز قیامت گریان نیست، چشمی هست که از ترس خدا گریه میکنند. و عین غضت عن محارم الله. دویم چشمی که روز قیامت گریه ندارد، چشمی هست که به سوی حرام کرده های خدا نظر نمیکند. آن چیزی که حرام کرده خداست، حضرت وقتی که نظر میکند در حال در دلش نفرت پیدا میشود که این اشیا حرام کرده خداست. چشم من باید به سوی این نگران نباشد. اگر همچنان چشم داشته باشد روز قیامت نجات یافتگی است. اصلا اون چشمی که در اون نجات است چی است؟ عین سهرت فی سبیل الله. پیغمبر خدا گفت چشمی که در پاسبانی راه خدا میگذرد، چشمی که تا سحر از شب که می نشیند تا به سحر در عبادت خدا بیدار است، چشمی که اگر در جهاد باشد تا به روز پاسبانی میکند. این چشم ها چی هستند؟ در روز قیامت گریان نیستند. این چشم ها دیگر عذاب کرده نمیشوند. خوش به حالی و برادرایی که البته همچنان چشم های دارند که از ترس خدا یا حرام کرده های خدا را میبینند رو میگردانند، یا اینکه در راه خدا شبان روزن این چشم ها چی از پاسبان است و بیدار است. اگر هر یک مصرع شعری جنونی را برای شما تحلیل کنیم، باور کنین هر یک جمعه ما و شما کمی میکنند. زیرا در هر یک مصرع شعری حضرت چندین آیت ها چندین حدیث ها خفته هست. از این خاطر موعظه ما و شما، البته سوال جواب هایی که بیشمار اینجا آمده است به شما جواب میگیم. موعظه ای که جمعه پیشین داشتیم در باب زنا بود. از باب زنا میخوام یک 10 یا 15 دقیقه با شما یک صحبتی میکنم. انشاءالله بعداً نیم ساعت دیگر را بحر سوال جواب حواله میکنیم. رسول اکرم میگوید اتقوا الزنا فإن فیه 6 خصال. ای امت مسلمان، از زنا پرهیز کنید، زیرا که در زنا 6 خصلت است. 3 فی الدنیا و 3 فی الاخره. این 6 خصلتی بعد این وعیدهای سخت 3 تاش در دنیا میبینین و 3 تا دیگرش در آخرت میچشین. و اما التی فی الدنیا، آن 3 چیزی که از حساب زنا بر ما و شما میرسد، رسول الله چی گفتن؟ اول فذهاب بهاء الوجه. یکم پیغمبر خدا گفتن اون چهره نورانی که در روی امت من است، وقتی که امت من به زنا اگر داده شد، این چهره نورانی از روی او کشیده می شود. در چهره انسان زناکار دیگر نور اسلام باقی نمی ماند. هیچگاه در چهره انسان زناکار از نور اسلامی چیزی باقی نمی ماند. دویم رسول الله چی گفتند؟ دویم معامله بدی که خداوند در دنیا بر او میکند و قصر العمر، خداوند عمر او را کوتاه میسازد. هر کسی که در دنیا زنا میکند خدا عمرش کوتاه بسازد و پیغمبر خدا هم گفتند عمرش کوتاه است. و سوم و دوام الفقر. رسول الله گفتند سیوم چیزی که بر زناکار میرسد، این اصلا دسترخوان اون نان نمیبیند. اگر چند دولت دارد، دولتی او تیز است که خراب میشود. اگرچه با تمام شرایط ها آماده کرده شده هم که باشد، خداوند البته قادر است که همه نعمت از این زناکارش بردارد. زیرا این زناکار بے انصاف است. زیرا این زناکار تجاوز در امر خدا کردگی است. با خدا جنجال کرده است، با خدا مبارزه برده است. البته خدای نعمت از او می بردارد. و اما التی فی الاخره،
سه عملی که خداوند در آخرت با زناکارا میکند این چی است؟ اول فسخط الله تعالی، یکم غضب خدا بر بالای این بنده در روز قیامت است. و سوء الحساب، سختترین حساب خدا بالای زناکار میگیرد. و عذاب النار، و بعد اینها معامله کردنش خداوند چیکارش میکند؟ خداوند البته وارد دوزخش میسازد. البته این مکافات شخصی هست که در دنیا زنا میکند. شمس الدین ذهبی میگوید در کتابش مکتوبا فی زبور، در کتاب زبور میگد کتابت کرده شده بود این الزنات معلقون بفروجهم فی النار. حضرت میگوید همین زناکارایی که در دنیا زنا میکنند اینها را خداوند در دوزخش از همین فرجهایی که اینها زنا کردند از همین موضعشان اینها را کشال میسازد. خب بعدا چیکار میکند؟ یضربون بالسیاط من حدید، اینها را میگد از همین فرجه هاشون کشال میسازد و با تیاقهای آهنین همان ملائکه های دوزخ اینها را میزنند. فاذا استغاث، وقتی که من الضرب، وقتی که میگد میزنن این زناکار طلب یاردم میکند، ای ملائکه مرا آزار بسیار نده، وجود من در من شد. این ملائکه دوزخ بر این زناکار چی میگفته است؟ میگفته است نادته زبانیه، همین ملائکه دوزخ میگفته است این کان هذا الصوت و انت تضحك و تفرح و تمرح ولا تستحي منه. این ملائکه دوزخ میگفته است این طلب یاردمی که الحال تا از من میکنی آیا نمیشد که همین طلب یاردم در دنیا میکردی؟ در حالتی که تو زنا میکردی میخندیدی، زنا میکردی راحت میکردی، زنا میکردی معیشت میکردی. ولا تستحی منه، از خدایی که تو را خلق کرد تو از او شرم نکردی، امروز تو با از من یاردم طلب میکنی. اینجا جای یاردم نیست دیگه است. حضرت موسی گفتن الهی ما لمن زنا، پروردگارا کسی که در دنیا زناکار است او را چی جزا میتی؟ قال الله تعالی البسه درعا من النار لو وزع على جبل شاهق لاصبح رمادا. پیغمبر خدا چی گفتن؟ حضرت موسی گفتن خداوند جواب گفت که من بر زناکار چگونه معامله میکنم؟ یک درعش میپوشانم. درع گفته لباس همون دوزخی‌ها را میگن از آهن است، چنان تفسان از گفت میپوشانمش. اگر همون لباس دوزخی را در بالای کوه از کوههای بلند دنیا اگر بگذارین لاصبح رمادن، قسم به عظمتی خدا که کوه را خاکستر میگرداند. همون لباس زناکار است. لکن از همه ده زنای وزنین ترین پیغمبر خدا با کی گفتن؟ اعظم زنا بالام والاخت و بالمحارم. در باب زنا صحبت ها زیاد است. انشاءالله ما در باب هر یک جمعه من شاید که حدیث های از این تکرار میکنیم. رسول الله گفتن بزرگترین زنا زنای با مادر است و زنای با خواهر و اپه است و زنا با زنی هست که برای تو نکاح و حرام است. این از همه ده وزنین ترین زنا در نزد خدا به حساب می رود. حتی حاکم می گوید و صحح فی حاکم و صحح الحاکم، در صحیح خود حاکم چی می گوید؟ من وقع علی ذات محرم فاقتلوه. حضرت گفتن اگر کدام انسانی که اگر با خواهر و اپه و آچه خود وقت زنا کرد با جز کشتن دیگر او را باید یگان راه نداشته باشد، فقط او انسان قتل کردن در کار. امروز در همین زمان ما و شما شنیدیم، با مادرم شنیدیم، با خواهرم شنیدیم، با اپه هم شنیدیم. برای چی؟
برای که ما و شما پیروی سنت پیغمبر خدا نشدیم، برای که ما و شما آن چیزی که پیغمبر خدا به ما و شما سفارش میدهد، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، کسی ایمانی به خدا دارد، ایمانی به روز قیامت دارد، فلا یخلون بامرأة لیس معها محرم الا ثالثهما الشیطان. ببین پیغمبر خدا میگد هیچگاه با زنی که همراه خود یگان محرمش نباشد شما تنها نشینید، زیرا این که سیوم شما شیطان می شود. شما حتی به خواهر خود، به ینگه خود، به خاله و عمه خود که اینا برای شما گرفتنشون حرام است، تنها نشستن شما را پیغمبر خدا اجازت نمیده، زیرا میگه سیوم شما شیطان است، شما را وسواس میکنه. برای چی ما و شما را اسلام امروز رخصت نمیتد فرزندهایی که الک به سین 7 میرسند جاگه های اونا را از خانه جدا کنید، جاگه پدر و مادر جدا باشد، جاگه فرزندها جدا باشند. همه برای همین است. امروز چی یک بیناموسی در ما و شما پیدا شده است. در خانه ما و شما وقتی یک رفیق ما و شما، یک همسایه ما و شما میآید، خدمت دسترخوان ما و شما را زن ما و شما میکند. این در کجاست آخه؟ همین ناموس است. دختری تو، خواهری تو، زنی تو نخواد در رفیق تو بیاید دسترخوان پرتاید. آخه اگر سخت هم نرسد دستت نمیشکند، مهمان توست. حضرت عمر در خانه نمی نشست، مهمان که می آمد نزد دروازه راست می ایستاد، میگو شرم میدارم که نزد مهمان نشینم در حالتی که ملائکه ها راست ایستادگی هستند. ما و شما می نشیم بعد فرمان میتیم. کاش که او زنی تو با یک لباسی خوب داشته باشد، کشال می شود تمام وجودش میتابد. این مسئله را شما دقت بتین، نگذارین.